د اسلامی کال هجری قمری کال اولنی میاشت شروع سوله. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه بسیدنا امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه یک خط نوشته کرد. از امیر المؤمنین خواست که شما که به طرف ما کدام مکتوبها را روان میکنی، در اون مکتوبات و خطوط شما که کدام خط روان میکنی در اونها تاریخ نباشه، به سبب ای که در اونها تاریخ نباشه به ما معلوم نمیشه که کدام مقدم است، پیش است، کدام پس است. لہذا اگر شما یک تاریخ را منتخب کنی، وقتی که به طرف والیه های خود خطاها را روان میکنی باید در اونها تاریخ باشه. سیدنا عمر رضی الله عنه شورای صحابه کرام را جمع کرد، برای چیز رای خواست از اونها که ما و شما مسلمانها برای خود کدام تاریخ منتخب کنیم و تاریخ خود را از کدام جا شروع کنیم. بعضی حضرات صحابه کرام رای خود را پیش کرد که باید تاریخ از ولادتی، از پیدایش نبی اکرم صلی الله علیه و سلم شروع شود، تاریخ مسلمانها. دوهم رای ای بود که تاریخ مسلمانها باید از نبوت نبی علیه السلام شروع شود. وقتی که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اعلان نبوت کرد او خو از ولادت 40 سال بعد بود، باید تاریخ مسلمانها از اینجا شروع شود. یک دیگر جماعت از صحابه کرام رای پیش کرد که باید تاریخ مسلمانها از هجرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم شروع شود. هجرت خو از نبوت 13 سال بعد بود. و چهارم رای بود که باید تاریخ مسلمانها از وفات نبی اکرم صلی الله علیه و سلم شروع شود. وفات خو از هجرت 10 سال بعد بود. 4 رای بود. بعضی صحابه کرام رضی الله عنهم و عمر رضی الله عنه ته دا مشوره ورکړل چې د مسلمانانو تاریخ دا باید د نبی علیه السلام د ولادت څخه شروع شي. بعضی صحابه کرام رای ورکړل چې تاریخ باید د نبی علیه السلام د نبوت څخه شروع شي. نبوت او ولادت په مابین کې 40 کاله فاصله لري. بعضی نور ملګرو وویل چې د نبی علیه السلام مبارک د هجرت څخه باید تاریخ شروع شي. هجرت تر نبوت 14 کاله وروسته و. بعضی نور ملګرو مشوره پیش کړله چې کم از کم د نبی علیه السلام د وفات څخه شروع شي. د سیدنا عثمان رضی الله عنه رای داوه چې تاریخ باید د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د هجرت څخه شروع، ځکه د نبی علیه السلام د هجرت څخه د اسلام فتوحات شروع شوي دي، د اسلام غلبه شروع شوې ده. لہذا مناسب این است که تاریخ مسلمانها از هجرت نبی علیه السلام شروع شود. التاریخ ما و شما هجری است. هجری به این وجه می گوید که از هجرت نبی علیه السلام ابتدای تاریخ ما و شما است. دوام مشوره به این شد
که کدام ماه را 12 ماه داریم اسلامی، کدام ماه را ابتدای سال اسلامی جور کنیم. مشوره به این آمد که ماهی محرم الحرام که کدام ماه شروع است، این ماه را باید ابتدای سال اسلامی جور کنیم. دو وجه داره. یک وجه این داره که این ماه که از اشهر الحرام است، ماهی محترم است. در قرآن کریم اعلان است ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. الله تعالی نظام قمری را، نظام ماهتاب را به 12 ماه تقسیم کرده. در اون 12 ماه 4 ماه که از اشهر الحرام یا اشهر الحرم است. اشهر الحرم به دو وجه میگوید. یک وجه ای بود که قبل از اسلام در زمانه جاهلیت مردم در این ماهها با یکدیگر جنگ و قتال نمیکنه. در این اشهر و ماه قتال و جنگ منع و حرام بود. دوم وجه ای بود که این ماه محترم است. در این اشهر و ماه گناه کردن از دیگر ماهها خطرناک است. دین مقدس اسلام اول حکم را منسوخ کرد. اسلام اعلان کرد که اگر شما قتال و جنگ با یک دیگر داری، اگر جنگ و قتال ناحق بود هر وقت منع است، ولی اگر جنگ و قتال جهاد بود، جائز بود، ضروری بود، صحیح بود، در تمام ماهها جائز است، مشکل نداره. ولی دوهم وجه که بود اسلام وجه را برقرار کرد که 4 ماهی است، ای اشهر الحرام است، احترام داره. در اینها گناه از دیگر اشهر، از دیگر ماهها خطرناک است. و دوهم وجه برای تعیین محرم الحرام که ایرا ما و شما مقرر کردیم در تاریخ اسلامی اول ماه. دوهم وجه ای بود که ماه مبارک بر واقعات تاریخی مشتمل است. وقتی که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره هجرت کرد، فرأى یهودا یصومون یوم عاشوراء. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم یهود را دید که در دهه ماه محرم، روز دهم ماه محرم روزه میگیره. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم از یهودی مدینه پرسان کرد که شما امروز روزه میگیری چی وجه است؟ اونها جواب داد که در این روز الله تعالی به موسی علیه السلام نجات داد و فرعون را غرق کرد. نبی اکرم صلی الله اونها گفت که ما روزه به این وجه میگیریم که روز شکر است که الله تعالی در این روز ما را نجات داد و دشمن ما را هلاک کرد. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اعلان کرد فنحن احق بموسی منکم. امتی ما مسلمان به موسی علیه السلام از یهود زیاد نزدیکتر است. وقتی که شما بر نجات موسی علیه السلام به طور شکر روز عاشورای محرم روزه میگیری، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هم در این روز روزه شروع کرد. نه فقط این که روزه شروع کرد بلکه به صحابه کرام امر کرد که روزه امروز را بگیری.
و اعلان کرد که روزه گرفتن روز عاشورا گناه 1 سال قبلی را معاف میکنه. اگر کدام کس به روز عاشورا که دهم محرم است روزه بگیره، الله تعالی گناه 1 سال و مسلمان را معاف میکنه. ولی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در آخری سالی گفت که اگر ما سال آینده زنده بمانیم، ما همراهی روز عاشورا 1 روزه دیگر هم میگیریم، یا روز 9 یا روز 11. لہذا روزه امروز هم بسیار مهم است. اسلام تاریخ خود را از هجرت نبی علیه السلام شروع کرد. در این کار به مسلمانها چه درس است؟ حضرات علماء کرام اعلان میکنه که اسلام در ابتدای هر سال هجری کی شروع میشه، به مسلمان یہ درس را یاد میتا. اس دین مقدس اسلام به مسلمان یہ درس یاد میتا که تاریخ ما و شما از هجرت شروع است. معلوم است که دین مقدس اسلام از ما و شما، دین مقدس اسلام از ما و شما برای قائم کردن حیات اسلامی قربانی میخواهد. این بسیار مهم نکته است. اگر اندوالا متوجه شوه انشاءالله العزیز در ذهن شما میآید. تاریخ اسلامی از هجرت نبی علیه السلام شروع شد. چرا؟ این درس است به ما و شما که اگر ما و شما میخواهیم که در بدن خود، در زندگی خود، در خانه خود، در محله خود، در وطن خود، در تمام عالم دین مقدس اسلام را احیا کنیم، زنده بسازیم، برای این ضروری است که ما و شما هجرت بکنیم، قربانی بدیم، برای قربانی تیار شویم. اگر برای زنده ساختن دین اسلام از ما و شما قربانی جان بخواه، باید ما و شما تیار شویم. قربانی مال بخواه، ما و شما تیار شویم. قربانی وطن و خانه بخواه، ما و شما باید تیار شویم. زیرا که تاریخ ما و شما از هجرت شروع است که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هجرت کرد. وقتی که نبی علیه السلام از مکه مکرمه هجرت میکنه، این هجرت به سبب این نبود که نبی علیه السلام را مکه مکرمه خوش نبود. وقتی که نبی علیه السلام از مکه مکرمه روان شد، چشمه های نبی علیه السلام اشکبار شد و به طرف مکه مکرمه نبی علیه السلام نظر کرد و گفت: انت احب البقاع الی، ای بلد امین، ای مکه، در تمام زمین شما به ما محبوب ترین هستی. ولی بعض هم که از او هجرت میکنیم، از این وجه را ترک میکنیم که وطن به سبب اسلام ترک میکنیم، تاکہ دین مقدس اسلام نافذ شوه، دین مقدس اسلام حاکم شوه. این اسلام از ما و شما هم میخواد. این دین که است دین تضحیه است، دین قربانی است. اینطور دین در اسلام، در دنیا،
در خانه حتی در بدن ما نافذ نمیشه وقتی که ما به قربانی تیار نباشیم. اگر ما و شما به همراه یک کس گپ بزنیم که اینطور لباس جور نکنی، اینطور مویهای خود را به این شکل جور نکنی، زیرا که از حکم اسلام مخالف است و میگویه که اینطور از این وجه جور میکنیم که در معاشره رواج است. باید ما و شما برای دین اسلام قربانی رواج بدیم. برای دین اسلام قربانی خواهشات بدیم. این ضروری است. د اسلام مقدس دین په دې تاریخ باندې چې ابتدا د تاریخ د هجرت د نبی علیه السلام کیږي، زما استاد څخه دا مطالبه کوي چې مسلمان باید حیات اسلامی خپل کړي. ہر انسان در دنیا کی میں آیا بر انسان 4 مراحل میں آیا. 4 مراحل. مرحلہ اولا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یک زمانہ بود قبل از 100 سال، قبل از 100 سال یہ مردم کی اینجا است تذکره یک هم نبود. اینجا در این وطن در این شهر دیگر مردم آباد بود، تذکره ما و شما نبود. بر هر انسان اینطور یک زمانه آماده است که در اون وقت تذکره او نبود. دوم مرحله وقتی که انسان به دنیا می آیا ولی خرد و طفل باشه، در او زمانه حیات انسان حیات حیوانی است. حیات حیوانی زندگی باشه. در زندگی حیوانی مقصود 3 چیز باشه. اول خوراک، خوردن، نوشیدن. حیوان در زندگی خود وقتی که او گرسنه شوه میره میخوره، وقتی که او تشنه شوه میره مینوشه. وقتی که انسان خورد باشه مقصود زندگی انسان خوردنی و نوشیدنی باشه. وقتی که گرسنه میشه گریه میکنه، مادر میآید غذا میده. وقتی که انسان تشنه میشه گریه میکنه، مادر میآید کدام چیز میده. ایرا حیات حیوانی میگوید. در حیات حیوانی، در زندگی حیوانی دوم چیز خوب باشه، خواب. وقتی که حیوان بانده میشه خواب میشه. وقتی که انسان خرد باشه در زندگی او بس فقطی است که بیدار شد مانده شد دوباره خواب میشه، گریه میکنه، مادر او را خواب میکنه. و سوم چیز در حیات حیوان، در زندگی حیوان ساتیره یا بازی است. یک بچه باشه، یک خرد باشه در زندگی او مقصود چی است؟ کدام چیز که به دست او بیایه و به او ساتیری میکنه. حیوانوں میں طور است که یک حیوان با دیگر حیوان ساتیری میکنه وقتی که حیوانات هم جنس یک جا شوه. ایرا در تاریخ ما و شما به نام حیات حیوانی یاد میکنیم. این حیوانی زندگی است. وقتی که بر انسان کمی زندگی تیر میشه و عقل انسان پخته میشه، کمی پوره میشه، به بلوغ میرسه،
باز یک زندگی دوم شروع میشه او را میگوید زندگی حیات انسانی. انسان از حیوان در دو چیز فرق داره. یکی است که انسان مدنی و طبع است. انسان در زندگی خود اجتماعیت را پسند داره، اجتماعیت را خوش داره. انسان تنها زندگی نمیتوانه. انسان برای خود خانه جور میکنه، یک اجتماعی زندگی است. انسان برای خود شهر جور میکنه، یک اجتماعی زندگی است. انسان برای خود ملک و وطن جور میکنه، یک اجتماعی ترتیب است. این چیز حیوان نداره. حیوانات تنها زندگی میکنه، مدنیت و اجتماعیت نداره، ولی انسان مدنیت و اجتماعیت داره در طبیعت خود. انسانی زندگی را او وقت شروع میکنه وقتی که عقل او کامل میشه، وقتی که انسان به بلوغ میرسه. دوم چیز که حیوان او را نداره انسان داره، و زیب و زینت است. حیوان نه چیز فرق نمیته که خانه ما خوب است، مزین است یا ساده است. حیوان را این چیز فرق نمیته که ما که کدام چیز میخوریم در دسترخوان ما، در آخر ما چیزها بر گوناگون به شکل خوبصورت است یا ساده است. این مزاج انسان است که انسان میرا خوش داره که خانه هم خوبصورت باشه، خوش داره انسان که لباس هم خوبصورت باشه، خوش داره انسان که خوراک هم خوبصورت باشه. ان الله جمیل یحب الجمال. انسان در زندگی خود وقتی که بالغ میشه زندگی انسانی شروع میکنه. در زندگی انسانی از زندگی حیوانی دو فرق است. یک اجتماعیت، دوم زیب و زینت. حیواناتی چیز نداره، ولی هر سه قسم. اول و زمانه بود که ذکر ما و شما نبود، دوم زندگی حیوانی بود، سوم زندگی انسانی است. این هر سه در اسلام مطلوب نیست. اسلام از انسان چی میخواه؟ اسلام از انسان میخواه زندگی انسان اسلامی، حیات اسلامی، که هر مسلمان باید برای خود حیات اسلامی، زندگی اسلامی را برپا و قایم کنه. حیات اسلامی، زندگی اسلامی چی است؟ حضرات علماء کرام اعلان میکنه، بیان میکنه که در انسان سه قواست. الله تعالی در هر انسان سه قوا را پیدا کرده. یک نفس است، یک عقل است، یک دل است. در هر انسان نفس هم است، در هر انسان عقل است، در هر انسان دل است. وقتی که بر بدن ما و شما نفس غالب شوه، نفس حاکم شوه، زندگی حیوانی جور میشه. زیرا که در حیوان نفس است. حیوان چی میکنه؟ نفسی او که هر چیز میخواه حیوان او میکنه. وقتی که بر انسان نفس حاکم شوه، باز در میان انسان و حیوان فرق نباشه. از این وجه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اعلان میکنه ان اعداء عدوک نفسک التي بین جنبیک. هر کس بسیار دشمن داره،
در تمام دنیا مهمترین سختترین دشمنی ما و شما کی است؟ اون نفس است که درمیانی دو بازوی ما و شما است. زیرا که اگر این دشمن بر ما و شما غالب شود، زندگی ما و شما از خط از مسیر انسانیت دور میشه، با زندگی ما و شما حیوانی جور میشه. دوم چیز که در انسان الله تعالی پیدا کرده عقل است. اگر عقل بر انسان حاکم شوه، با زندگی انسان انسانی جور میشه ولی اسلامی جور نمیشه. ما و شما که کفار را میبینیم که اونها بسیار ترقی کرده، ولی این ترقی در دنیا است، این ترقی به اعتبار عقل است. بر اونها حاکم عقل است، ولی این زندگی هم در اسلام مطلوب نیست. فقط اینطور نیست که اسلام از این انکار میکنه، نه، اسلام از این انکار نمیکنه. قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره. بصیره عقل استعمال کنی. عقل مهم است، ولی وقتی که عقل حاکم شوه، ما به شما گفتیم در نتیجه عقل فقط و فقط انسان زیب و زینت را، ترقی در دنیا، در امور دنیا را خوش داره، کوشش میکنه که ترقی در امور دنیا بکنه. یک خوبصورت خانه جور کنیم، یک خوبصورت موتر پیدا کنیم، یک خوبصورت لباس پیدا کنیم. این زندگی انسانی و عقلی است. یک سوم قوت در بدن انسان است که او را دل میگوید، قلب. اگر دل بر انسان حاکم شوه، با زندگی انسان زندگی اسلامی جور میشه. زیرا که دل مرکز عشق و محبت است. از این وجه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اعلان میکنه: الا و ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب. در بدن انسان یک ټوټه گوش است، اگر او ټوټه اصلاح شوه تمام بدن اصلاح میشه. اگر او حصه بدن فاسد شوه تمام بدن فاسد میشه. و حصه کدام حصه است؟ دل است. دل است. دل است. در یک روایت دیگر، روایت ترمذی است، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اعلان کرد: التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اعلان کرد که تقوا بر ظاهر نیست. یک کس اگر در زندگی خود را عاجز ظاهر میکنه، به این عاجزی است، نه به این تقوا است. تقوا اصل چیزی دل است. اسلام از انسان میخواهد که شما زندگی اسلامی را جور کنید. زندگی اسلامی از انسان کدام تقاضا میکنه؟ ما به شما یک دورمونه پیش میکنیم، بیان ختم میکنیم. زندگی اسلامی از انسان چی میخواه؟ اول چیز که از انسان میخواه اطاعت، فرمان برداری الله و رسول صلی الله علیه وسلم. اگر در دل انسان، در زندگی انسان اسلامی جور شوه، حیات اسلامی، زندگی اسلامی جور شوه، در انسان اطاعت می آیا، فرمان برداری می آیا. ما به شما در گذشته جمعه هم بیان کردیم که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکنه. در دوران بیان بعضی مردم استاد بود. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گفت: اجلسو، بشینی.
عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه یک صحابی است. او در راه است به مسجد شریف می آیا، ولی وقتی که آواز نبی علیه السلام شنید که اجلسو، او در راه نشست. گرمی است، اپتاب است. وقتی که نبی علیه السلام از بیان فارغ شد، مجلس ختم شد که بیرون آمد، عبدالله ابن مغفل در راه نشسته است. تمام بدنی او عرق است. پرسان کرد که چی میکنی اینجا؟ گفت یا رسول الله شما فرمود که اجلسو، بشینی. ما نشست. نبی علیه السلام گفت که ما خو به شما نگفتیم که اجلسو، ما خو در داخلی مسجد گفتیم. عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه فرمود یا رسول الله وقتی که شما گفت که اجلسو، آل در پای ما طاقت نبود که قدم بگیریم، زیرا که امر رسول الله در گوش ما آمد، ما نمیتوانیم که قدم بگیریم. اینا میگوی حیات اسلامی که اطاعت باشه، فرمانبردار باشه. در ابتدای اسلام شراب منع نبود. شرابی طور مستعمل بود در میان عرب، مثل که چای ما و شما میخوریم که هر مهمان میایه ما و شما او را چای پیش میکنیم. تجارتی او معام بود. یک صحابی از یمن یک پوره قافله از شراب آورده. ما او را منگی میگوییم، شما چی میگویی؟ کلان کلان کوزه و مشک است، پر است از شراب، شترها است. وقتی که او به مدینه منوره داخل شد، برای چیز بسیار پیسه مصرف کرده، از یمن آورده برای تجارت. وقتی که در کوچه های مدینه منوره داخل شد، یک کس را دید، گفت این چی است؟ شراب است، برای تجارت آوردیم. او گفت که شما خبر نداری؟ نه، در قرآن آیات نازل شد انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام الرجس. الله تعالی اعلان کرد که پلیت است، نجس است، من عمل الشیطان فاجتنبوه. او مبارک صحابی چی شروع کرد؟ شترهای او استاد است. او سنگ را گرفت، بر بالای شترها او کوزه را میشکنه، مشک را میشکنه، او را میریخه، ضایع میکنه. یک کس او را گفت که یک مرتبه شتر را خوابید، او را پایند کنی باز بشکنی. گفت نه، تاخیر در اطاعت می آید. وقتی که ما حکم الله تعالی شنیدیم، ما اتر تاخیر هم با عمل نمیتیم که یک مرتبه او را پایند میکنیم باز میشکنیم، نه بر بالای شتر میشکنیم. این حیات اسلامی است. دوام چیز وقتی که زندگی ما و شما اسلامی جور شوه، حیات اسلامی، حیات انسانی نی. در حیات انسانی خو عقل است، حیات حیوانی نی، در او خو نفس است. حیات اسلامی کی جور شوه، بر زندگی ما و شما دل حاکم شوه، دل. دوام چیز چی می آیا؟ ایثار و قربانی. ایثار. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ماخستن منز کی پکور کی با مسجد کی، با مسجد نبوی کی میلمه دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه او توای چې څوک پکور کی شی لري وي چې دا میلمه کور ته بوزي او میلمه وخ اجازه شي نسته. غربت دی، فقر دی، مسکنت دی. یو صحابی ولار سو یا رسول الله دا میلمه د ځان سره ز کور ته بیایم، د دې میلمه خدمت ز کوم. کله چې میلمه کور ته بوتلی، پکور کې خپل کوروالا ته بیبي ته وایي چې پکور کې دومره شی شته چې میلمه ته ورکو. بیبي ورته وایي چې پکور کې دومره شی لرو چې دا شی و وړو ته ورکو، و بچانو ته ورکو، و کوشنیانو ته ورکو، هغه ماړه کو. زما اوستا هم نه بسیږي، د میلمه خو بیخي نه را سره بسیږي.
خاوند و خپل ښځې ته څه وایي؟ وایي ته په اور باندې یو دیګ کښېږده، په دیګ کې اوبه واچوه، اوبه، او په هغه پسې اور بل که. وړو ته دا فکر ورکه واړه په دې خطا که چې یو شی پخیږي، واړه په یو رقم ویده که. وړو تیمور کوه، بچانو تیمور کوه. کله چې ښځې دا کار وکړي چې خپل بچان یې وږي بیده کړل، نو بیا خاوند ورته وایي چې اوس هغه څه چې موږ لرو په کور کې کتغ هغه راواخله د میلمه دپاره، زه به هم د میلمه سره کښېنم. خو ته چې کله ډوډۍ راوړې دسترخوان اوروې، په دې وخت کې په یو طریقه باندې دغه شمعه چې بله د شمعه مړه که، نو چې شمعه مړه سي زه به د میلمه سره ناست یم، لاس به ښوروم، خوله به ښوروم، خو خوراک به نه کوم، تاکې چې دا شی ټول و میلمه ته پاته سي، میلمه موړ سي. همدا ترتیب یې وکړي. هغه خوراک هم د خپلو بچانو و اولادو د خولې وسپموي، هم یې هغه خوراک د خپل ځان و خپلې کوروالا سه وسپموي، خو میلمه یې موړ کړي، میلمه یې موړ کړي او میلمه یې بیده کړي. دې ته وایي ایثار او قرباني، چې بل چاته پر ځان ترجیح ورکا، د بل غم وخوره، خپل ځان په غم کې واچوه، بل موړ که خپل ځان وږي پرېږده. کله چې سهار رالی مسجد نبوي شریف ته، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې آیت نازل سو، الله پاک د قرآن آیت راواستوي چې د دې امت څنګه خلق دي، د چا ژوند چې اسلامي جوړ سي، پاکې کم صفت وي؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. هغه خپل ځان، خپل اولاد، خپل ښځه وږې پرېږدي، خو د میلمه او د بل مسلمان غم کوي. دې ته وایي حیات اسلامي. در مدینه منوره در امارت و خلافت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه طور ترتیب بود که از بیت المال مردم از بیت المال تنخواه مقرر بود برای خانه های بیوه. کدام زن که بیوه باشه یا معذور باشه، برای اونها مردم مقرر بود به تنخواه بیت المال و مردم میره اونجا خدمت میکنه و نامهای اونها اینجا معلوم بود که فلان زن معذور است، فلان کس معذور است، در خانه کسی خدمت نداره، برای خدمت او فلان است، برای خدمت فلان است. یک زن است، پیر است، معذور است، برای خدمت او نامی کی نوشته نبود. سیدنا عمر رضی الله عنه یک روز اینجا آمد در خانه بیت المال که دید که یک زن است برای خدمت کدام کس نداره. سیدنا عمر رضی الله عنه فیصله کرد که ما میریم به خدمت این زن، خدمت ما میکنیم. وقتی که صبح شد سیدنا عمر رضی الله عنه رفت برای خدمت. اونجا که رفت و زن گفت که خدمت ما خو میشه، هر شب میشه، یک کس میای خدمت خانه ما میکنه. سیدنا عمر رضی الله عنه از او زن پرسان کرد که او نام او کس یاد داری؟ گفت نی. شکلی او کس یاد داری؟ چطور شکل داره؟ گفت نی. او که میایه مول میزنه، چهره خود را پت میکنه. سیدنا عمر رضی الله عنه شب دوام پت شد که ما ای را باید معلوم کنیم که کدام کس است. وقتی که نیم شب تیر شد دید که امیر المؤمنین و خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه آمد به خانه او زن و آمد هم پایلوچ آمد، بر پای او چپل چیز نبود. خدمت شروع کرد. سیدنا ابو عمر آمد، امیر المؤمنین را از دست گرفت. هیچی میکنی؟ گفت خدمت میکنی. در شب چرا میایی؟ در روز مصروف هستیم در کارهای مسلمانان. در چپل چرا نآمدی؟ اینطور نشوه که به آمدن ما مردم خبر شوه یا به آمدن ما مردم تکلیف شوه، زیرا که مردم خواه از شب است.
ایرا میں گوئے حیات اسلامی. لہذا ما و شما سی قسم زندگی داریم. حیات حیوانی وقتی کی بر ما و شما نفس غالب باشا. حیات انسانی وقتی کی عقل غالب باشا. حیات ایمانی وقتی کی مرکز ایمان دل بر ما و شما غالب شوا و اسلام از ما و شما حیات اسلامی میں خواہ. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.